سلام به تویی که این لحظه داری صدای منو میشنوی. امیدوارم که حال احوالت خوب باشه و از زندگی لذت کافی رو ببری. مسائل و مشکلات برای همه ماها هست، اما چیزی که هست اینه که ما یه فرصت حیات داریم و بهتره که ازش بهره ببریم. بریم سراغ قصه تمثیل گنجشک و خدا. خداوند یک جا توی یکی از کتاب‌های آسمانیش میگه که چه بسیار شود که چیزی را ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر شما در آن بوده است. داستان رو میخونم و اگر تجربه‌ای تو این زمینه داشتین خوشحال میشم با منم به اشتراک بذارین. روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتن و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: می آید. من تنها گوشی هستم که قصه هایش را می شنود و یگان قلبی هستم که دردهایش را در خود نگه می دارد. سرانجام گنجشک روی شاخه‌ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لبهایش دوختند. گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود: با من از سنگینی سینه‌ات بگو. گنجشک گفت: لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسیم. تو همان را هم از من گرفتی. این طوفان بی موقع چه بود؟ چه میخواستی از لانه محقرم؟ کجای دنیا را گرفته بودم؟ و سنگینی بغض راه بر کلامش بست. سکوتی بر عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند. خدا گفت: ماری در راه لانت کمین کرده بود. تو خواب بودی. به باد گفتم تا خانه‌ات را باژگون کند. آنگاه تو از کمینگاه مار پر کشیدی. گنجشک خیره در خدایی حیران مانده بود. خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخاستی. اشک در دیدگان گنجشک فرو نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت. های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.